بچه‌ام او ترینجی ای میگم آقا سلام علیکم. علیکم السلام. وای میونمه بگو آخه بچه‌ام او زمینار چه کرده چه خوری بلندی پسه تینجی ای بگم او تینجی تاویم زمین شودگار کردین همین چقوری شودگار چند کار ایستادیم که ببینیم چقدر شودگار کردیم که حاصل برای سال گذشته با خوبتر شود گفته ببینیم دیده ایستادیم نقص شودگار کردیم میشد نه اونقدر خوبتر این تراکتورهای هولنگی همه شودگار بگم بچه‌ام این تراکتورهای هولنگی نبروم دیگه همه خاک گردونه بسه اینا فقط همه فکری همه گکتار میکنن اینو فکری همه پولگیری میکنن بچه‌ام دیدی لای جفت کلوخش بسیار لای جفت ای کلوخ ها دیگه کی کلوخ سرما بزنده نه یا حال بین بچه‌ام حالا ما هزم پشتاری کشاله کرده همونجا رفته هزم بچینه میبریم بچه‌ام برای خدا شکر پسرها نیستن پسرها یاردم کنن شما خودتون پسرها بچه‌ام همه دانشجو همه‌شون به همه قوه مهنت خونون سادیم که خونن آینده یک چیز شون بریختشون همه زحمت ها بچه‌ام بری همه جوانا بری یاشا والا زباله هیزم نبود پیش بچه‌ام از سالای قدیم در مچه های کونه بچه‌ام کوه میبروندیم در هر یک کوه هر یک خورنده یک لطه میبستیم که انا همه خار من انا هیزم من گفته همه کوه ها برونده همه خارا رو نشونه میکردیم انا شکر امروز بیردی همه جا پری هیزم زندگی مردم نقص شرایط زندگیش نقص سوید های آزر گاز های شکرش آب های با حد امکان موافقه همه کارخونی همه سوید میدادگی وقتش خطی سوید تو مرد و سوده بچم زندگی مردم نقصه بچم انا شکرش با خونه بیکار میشینید همه زنکان جنجال میکنده بچم یک دم بیکار شینید همه زنک دو قواقش کشال خونه دلت میخور آدم به زنکا بچم انا بر یه روز ناگذرون همه میریم همجا هزم پزم پشتار کشال ببریم هرچی همه نظری همه زنک دورتر شویم بچم همه هزم پزم ببریم همه جا برای همه شرایط زندگی من گاو کاله کرده زندگی شکر به عدد شکر ادارا مرد شکر همه مهمش بریخته بچم همه زمانه ما تینج استد دیارا ما تینج استد محله ها ما تینج استد اویله ها ما تینج استد بریم ما مهمش همه تینجی بچم خدا همه نگه تو دارد شما اینا اپشته همه تراکتورچی های اپشته همه دیخونه نظارت کنید بچم کار اگرانومی این خواجگی دیخونه اینا بپروا هستند انا دیده همه کلوخان لایجف کرده پردازم برفتن بچم چقدر همه شودگار بگو دیخون باشی شودگار کن انا همه چقدر شودگار نقل باشد بچم که حاصل نقل میشد بریخته و زندگی مردم نقل میشد همه اختام ها وابسته بچم همه شما التماس بسیار که همه نظارت کنید شما اگرانومان نظارت کنید بچم خدا کسب کاراتون برای که کشایش کارتون کرد بچم سلامت باشید بچم کنو دو او یا کل جرغود یا کل یا پیلچوی یا بچم بچم چین کردید آخه دیدید بروندید و یا پیلچوی کم بقلونی من و نه آخه بچه بیا بچم در نومو تو مارم کمتر توسعه بودیم ای کاردار نمیشد بچم یا پیلچوی کم بقلونی مهم میگه اپنا تو بخدا بچم به جای میرید
و پناتو بخدا در دیده های شما مرام نه بچم و در دیده تو مرام و در قدمات مرام و نور دیده و در دیده تو مرام و در قدمات بخشم ده نور دیده یا فلچای کبوری مهم نور گرفته و کجا میرسیم اصلا نانی دهقان خوردن اینا ثوابتش بلند کنی گذره در دیده های شما مرام خیلیتی آمین خدا رسید بلند رسد الله اکبر خوش آمده نور دیده نور چه خنده چه خورنه حال سه چه خورنه در خرای چه خورم مگرد گفتگو آ جون شهری بچم یه در نامی عزیز شما من اوه یا علاب تو کنم بچم سچان رحمه یا علاب تو کنم آخه چرا ما بچم هیزم شکرش هیزم های انا نه هیزم زده مواردن بچم همه پر هیزم کومر و خشتیم دیدم ده حالا کنکم بچم گرمک بشینه در دیدای شما مرمان نور دیدن نور چک او جون شیری منم یک سخن کنم ملش خوب مالا همین ما هر دو ما آدمای سراسیمه بودیم باز چند خواجگی دهقانه را باید ما خبر میگرفتیم همین سخن شما از همه عزیز گفته یک پیاله چای خاکسار شما خوردیم بیایید یک آمین کنیم با بچم های کار دنیا بچم آدم نمیشد های آدم شده خونه که بقلونه ما بچم یک بریدونو یک پیاله چای های میره بده این کار دنیا بچم سلامت آدم باشید نشده کنی بیاید شینید سیستم دی آدم ده تشکر کنی های آمین چیزه شما گوید بچم خیراتی خدم ما کم کردیم خدا زیاده کند کشاش کار برای کار شما با هر یک بندی با آمین الله اکبر نور دیدم بچم نور چک رحمت آقا شما بده بچم نور دیده ها رحمت آقا شما بده رحمت آقا رحمتی کلام رحمتی کلام آقا نور دیده ها کم نور نشوید. چشم بچم شما بده در خدمت مرا من همسایه هم تو میگذارید میگذاری برای چی سلام نمیکنی؟ سلام نمیکنم آخه من برای چی شما رو سلام میکردی چه برای چی؟ برای چی ما شما رو سلام میکردی ای من شما قرضدار نباشم من نگپ ای همسایه گوش کنی من وقتم نیست گوش کنی همسایه اینجا بده او من بوی بچه برای چی شما من سلام نمیکردید؟ ای شما بای باشید اگر با من چی؟ شما بای هستید که یکم فایده شما جمعیت برسیده یکم من کوچه رو اسفل پوش کرده باشه یکم کوچه رو چراغان کرده باشید من شما رو سلام کنم من شما رو حیاتا سلام نمیکنم او همسایه اوی گوش کن همسایه اینجا بید اینجا بشینید اینجا شینید گوش کنید اکنون یک مصلحت شما من به سلام ندادید گذشت من همین نیمی بایگره را اگر شما بدیم چی؟ نیمی بایگره دیم اگر شما سلام میکنید نیمی بایگرتون با من نیمی بایگرتون هم تید من شما رو سلام نمیکنم برای چی؟ آقا همسایه او نیمی بایگرتون من میتید هر دومو برابر میشین برای چی من شما رو سلام میکرم؟ ببخشید اوی من حیاتا شما رو سلام میکنم ببخشید او همسایه اوی اینجا بید
انا نیمی بایگری دادم شما من به سلام نکردید. خب اگر من همین تمامی بایگری را شما بدیم چی؟ همه بایگریتون همه بایگریتونم با من تید من شما رو سلام نمیکنم. برای چی؟ برای چی؟ خیلی برای چی؟ او بایکو او همه بایگریتون من بمیتید من بای میشم شما کم بغل میشوید از شما باید من به سلام گوید